امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 2 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو با همدیگه کار کنیم و نکاتش رو با همدیگه یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، چون این راهی هست که شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انگیزه و انرژی بدید که بتونم این راه رو هرچه بهتر ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 2 از نظر جمله بندی شبیه به درس 1 هست. اگر قطعه 1 رو نظرید حتما برید بهش مراجعه بکنید، تمرینش بکنید و بعد بیاید جلو، چون این درس‌ها دنباله همدیگه هستن. از نظر جمله بندی هر 3 میزان این قطعه یک جمله یا عبارت حساب میشه. یعنی خط اول و میزان اول خط دوم میشه جمله اول، میزان دوم خط دوم تا آخر خط سوم میشه جمله دوم، از شروع خط چهارم تا میزان اول خط پنجم میشه جمله سوم و ادامه قطعه یعنی از میزان دوم خط پنجم تا آخر قطعه میشه جمله چهارم ما. این از جمله بندیش. سکوت رو که توی درس قبل یاد گرفتیم، این علامت هایی که داریم به عنوان سکوت سیاه که به اندازه 1 شماره باید مکث کنیم و چیزی اجرا نکنیم. با هم دیگه میزنیم، میریم جلو، نوتا رو با هم دیگه میخونیم و اگر نکته خاصی بود در طول قطعه با هم دیگه کار میکنیم. خب از شروع قطعه نوتامون هست دو، ره، می، فا، می، ره، دو، سی. توی خط دوم دو، سکوت، سل، سکوت. چیزی که اینجا لازمه بهتون بگم در مورد فایی که توی میزان اول آخر میزان داریم که بالاش دو نوشته، این دو رو برای تاکید نوشته. میدونیم ما این فایی که روی خط پنجم هست 2 جا توی سنتور ما داره، یکی خرک نهم سیمهای سفید و یکی خرک دوم سیمهای پشت خرک که این دوتا هم صدا هستن. برای اینکه مشخص کنه که از کدوم یکی از این دوتا فا باید استفاده کنیم، از عدد 9 استفاده میکنه برای خرک نهم سیمای سفید. اگر بالای فا 9 باشه یعنی باید روی خرک نهم بزنیم و اگر این چیزی به ما نگفته باشه یا اگر مثل اینجا برای تاکید 2 گذاشته باشه یعنی که باید از خرک دوم استفاده کنیم و فایی که روی خط پنجم هست خرک دوم سیمهای پشت خرک هست. اینو بهش دقت بکنید که اشتباه نشه. خب بریم اجراش میکنیم. جمله اول رو به این شکل میشه: دو، ره، می، فا، می، ره، دو، سی، دو، سکوت، سل، سکوت. اگه بخوایم بشماریمش شمارشش به این شکل میشه: 1، 2، 3، 4، 1، 2، 3، 4، 1، 2، 3، 4. خیلی مهمه که به راست و چپ ها توجه بکنیم، دقیقاً با همون راست و چپی که خودش گفته اجرا کنیم. میدونیم که نوتایی که بالاش 8 یعنی باید با دست راست اجرا شه، نوتایی که بالاش 7 یعنی باید با دست چپ اجرا شه. شمایی که تازه شروع کردید به یادگیری آموزش سنتور خیلی مهمه که از ابتدا فرم دست گرفتن مضراب و نشستن تو پشت ساز درست باشه. اینا رو توی ویدیوهای ابتدایی توضیح دادم، حتما بهش مراجعه بکنید که این اصول رو یاد بگیرید که اشتباه تمرین نکنید، چون اگر اشتباه تمرین میکنید درست کردنش خیلی کار سختیه، بعضی وقتا حتی غیر ممکنه. پس لطفا از ابتدا با فرم و استایل صحیح ساز بزنید. بسیار خوب، میریم سراغ جمله دوم. جمله دوم میاد روی سیمای زرد، چون میدونیم نوتایی که پایین خطوط حامل هستن روی سیمای زرد اجرا میشن. نوتامون هست سی، دو، ره، می، خط سوم ره، دو، سی، لا، سی، سکوت، فا، سکوت. قبل از شروع میزان دوم خط دوم یک علامتی داریم که خط کلفت، یه خط نازک که 2 تا نقطه جلوشه. این علامت دولا خط تکرار هست که اصولا 2 جا توی قطعه میاد، مثل پرانتز، یه جا باز میشه یه جا بسته میشه. اون قسمتی که بین دولا خط تکرار قرار گرفته باید 2 بار اجرا بشه. پس الان اینجا ما فعلا کاری نمیخواد انجام بدیم تا برسیم به خط پنجم میزان اول. به اونجا که رسیدیم باید برگردیم از اینجایی که این دولا خط تکرار باز شده دوباره این قسمت رو تکرار بکنیم.
خیلی خوب. نکته‌ای که اینجا توی درس یک هم داشتیم ولی حالا روش تاکید میکنم، نوت می که آخر خط دوم داریم که روی خط اول نوشته شده، باز دوباره دو جا داره تو سنتورمون. خط هشتم زرد و اول سفید توضیح دادم قبلا. اگر کنار نوت می علامت کرون باشه خط اول اجرا میشه، ولی مثل الان که هیچ علامتی نداره خط هشتم سیم‌های زرد میزنیمش. و نوت ر که کنارش یه علامت کرون داریم مربوط میشه به کوک ساز و شما توی نوازندگیتون کار خاصی براش نمیخواد بکنید. بسیار عالی. جمله دوم رو اجرا میکنیم. سی دو ره می ره دو سی لا سی سکوت فا سکوت. با شمارش اجراش میکنیم. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. میریم سراغ جمله سوم که از خط چهارم شروع میشه. نوتامون هست لا سی دو ره دو سی لا سل فا سکوت دو سکوت. هیچ نکته خاصی نداره، نوتاش خیلی واضح هست، براتون اجراش میکنم. لا سی دو ره دو سی لا سل فا سکوت دو سکوت. با شمارش یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. به اینجا که میرسیم باید برگردیم از خط دوم، میزان دوم، این قسمت رو دوباره تکرار بکنیم و جمله آخر رو هم براتون اجرا میکنم که میریم رو سیمای زرد. نوتامون هست سل لا سی دو سی لا سل فا سل سکوت سل سکوت، که سل اول سل سیمای زرد چون پایین خطه، سل دوم بالای 5 خط حامل هست و مربوط به سیمای پشت خرک میشه. پس یه سل رو سیمای زرد و یه سل رو سیمای پشت خرک. براتون اجراش میکنم. سل لا سی دو سی لا سل فا سل سکوت سل سکوت. با شمارش میشه یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. این قطعه رو یه دور از اول تا آخر اجرا میکنم. دقت کنید که اصلا عجله نکنید، با سرعت کم اجرا بکنید که فرصت داشته باشید به نحوه صحیح مضراب زدنتون دقت بکنید، به دقت ضربه هاتون توجه بکنید که اجرای تمیز و بی‌نقصی داشته باشید. یک دو سه چهار، 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 یک دو سه چهار. تکرار میشه از بالا. سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، سه چهار، یک دو 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 سه چهار. اگر که بخوایم این قطعه رو با مترونوم بزنیم، مترونوم رو باید روی 4 ضربی تنظیم بکنیم و سرعتی که خود استاد پایور مشخص کرده سرعت 48 است. خیلی سرعت پایینیه، ولی خب این خودش یه تمرینه که شما یاد بگیرید که با سرعت کم بتونید ساز بزنید، بتونید کنترل بکنید ضربه ها رو و البته سعی کنید وقتی با سرعت 48 تونستید بزنید با سرعت های دیگه رو هم امتحان بکنید. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. دو
امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب میکنید، این پست رو لایک میکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت میکنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک میذارید. ممنون از شما.